سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. خوش اومدید به چنل یوتیوبی خودتون، چنل همه چی توشه. امروز اومدیم سراغ یه ویدیوی بسیار جذاب راجع به چی؟ راجع به کسایی که میرن شکار گنج پیدا میکنن. با هم میخوایم اون لحظه شیرین پیدا کردن گنج رو ببینیم. پس با ما تا آخر این ویدیو همراه باشید. چطوری گنج پیدا میکنه؟ اوه پیدا کرد. بله چیه این؟ یه صندوقچه است بچه، یه صندوقچه جذابه. چقدر خوشگله. خود صندوقچه فکر کنم خدا میلیارد میارزه. ببینیم توش چیه. صوت صفی البلبل. اوه چه چیزایی داخلش بود. چه چیزای خفنی داخلش بود. عجب چیزی رو ببین. یعنی یه دونه از اینو بزنی زندگی تو ساختی. این یکی با بیل مکانیکی شروع کرده. خب ببینیم. به انگار شرابه. اوه این قورباغه است. چیه این؟ که ماره. ولی یه مار چطور زنده میمونه داخلش؟ مگه میشه؟ یا قورباغه. نگاه این شاید الکی باشه. نمیدونم، من اطلاعات زیادی ندارم، ولی نمیدونم چطور مار داخلش. اگه مار چقدر زنده میمونه. ببینیم بعدی چیه. من کلا خوشم میاد خودم از این کلیپا. معمولا میرم نگاه میکنم. کلیپای جذابی هن. ببینیم مردم چی پیدا میکنن. خب اینم یه کوزه سفالیه مثل این که. گوشه انگار طلاه. آره دیگه. بله. اوه وای چه چیزو میدونی. واقعا یه دونه از اینا میتونه یه نسلتون بتونه شاهنشاهی زندگی کنه. فقط همین مثلا لاک پشته میتونه واقعا این کارو کنه. از طلاه. وای بچه، کلیپ بعدی میخوام یه جاهایی رو بهتون معرفی کنم که تو ایران بیشتر مثلا گنج هست، زیاد پیدا شده. ولی خب یه آدمایی هستن که اوه مار مثل این که تو همه‌شون هست. اوه یه لحظه من اینو استوب کنم. داشتم اینو بهتون میگفتم بچه‌ها، یه سری جاها هست خب که واقعا داخل ایران گنج هست. اون جاها خب مثلا میبینید داخل کوه‌های خرم‌آباد و فلان، حالا یه سری لوکیشن‌های خاص، ولی اصلا رفتن به اون جاها بسیار سخته. اونجا ممکنه یه نفر تو کوه، آخه آدم خیلی سخته بلند شه بره اونجا دنبال گنج. ولی حتما یه کلیپی میذارم راجع بهشون. یه سری آدمای محلی هستن، مثلا میبینی آقا یه نفر جوجه‌ها رد میشه، خب ممکنه مثلا بتونه پیدا کنه واقعا این جوجه‌ها رو. میره میاد جای بیابونی و تو کوه و این چیزا. چه مار زشتی هم هست. به وای خود
کوزه‌ش هم بکنم خیلی ارزش داشته باشه اگه اشتباه نکنم. وای وای وای، اوه چه انگشتریه. ببینیم این یکی چیه. این مثل یه قبر میمونه، فکر کنم قبر. آره اونایی که میدونن کامنت بگن. بله ببینیم داخلش یه شاید خود کوزه باشه اصلا. آره خود کوزه و داخلش نشون نداد. احتمالاً خودش ارزش داشت، نمیدونم، شاید هم داخلش چیزی بود نذاشتش. ببینیم این چی پیدا میکنه. بله پیدا کرد. کجا آخه میفهمه؟ دستگاه من قبلا باشون کار کردم، همه چی رو میزنم، برای همه چی بوق میزنه، خیلی سخته پیدا کردن. این یکی هم فکر کنم پر طلا باشه، بوی طلا میاد. بله به 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 به، خدا شانس بده ها، خدا شانس بده. نگاه کنید چی پیدا کرده. اوه چقدر سکه، چقدر توش نگاه کن چه چیزایی. وای واقعا خدا شانس بده. این یکی دوتا کوزه پیدا کرده. چقدر داخلش چیز بود، ماشاءالله. این یه استان رو فکر کنم بتونه با پولش زنده کنه. این چقدر کیلو کثیفی و اینا انگار ایرانی هن ولی ایرانی نیستن. چیه این؟ چیه؟ مجسمه است این. ببینمش، این بوداه، نمیدونم. عجب چیز مریضیه. تلسم و این چیزها نداشته باشن، اینا رو بدبخت کنن. خب بله تموم شد دوستان. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. امیدوارم چنل رو سابسکرایب کنید. سعی میکنیم روز به روز پیشرفت کنیم و ویدیوهای با کیفیت تری برای شما بذاریم. خیلی دوستتون دارم. خوشحالم که تا آخر ویدیو با من بودیم. روز بخیر. خدا نگهدار.